برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوندی بخشاینده و به نهایت مهربان، شکر پروردگار که ما را باز به دیدار هم رسانید با استاد محیدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان و همزمان رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. استاد را به برنامه خوش آمدید میگویم. زنده باشید و بیشتر ما از فرصت استفاده برده میخواهیم در باره قضیه هایی که در همین شب و روز در شبکه های اجتماعی و در رسانه ها سر و صداهای را به میان آورده است صحبت داشته باشیم و پیشتر هم چنانه که شما آگاه هستید دوام این هفته استاد محیدین کبیری صحبت آنلاینی خود را داشتند و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سخنگویش بابا جان قایمیزاد چند از نظرهای خود را به ما داده بود درباره بعضی از تصمیم های بزرگی که گرفته می شود. ما در این باره امروز صحبت خواهیم کرد. اولین سوال من به شما استاد این است که شما در صحبتتان گفتید که روسیه اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی اعلان کند، این یک شکست سیاسی خود روسیه است. چگونه شکست می‌یابد؟ چگونه این شکست سیاسی روسیه است؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، بله، من به این نظرم که اگر روسیه این کار را کند حتما یک شکست سیاسی خواهد بود برایش، برای آنکه روسیه تلاش کرده است که امروز خود را همچون یک ابرقدرت نشان بدهد که تلاش دارد جهان را به سمت دو قطبی برد و خود روسیه مثل زمان شوروی یک قطب را رهبری کند، ورشاوسکی دوگوار بود، و یک قطب دیگر جهان را امریکا و کشورهای غربی. و چگونه میتواند یک روسیه دعوای همزمان رهبری یک قطب را داشته باشد و در همون وقت باز برود پیروی از سیاست‌های اشتباهی یک نفر ناکام مثل امام رحمان کند. چون در طول 7 سال بعد از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان ممنوع شد، روسیه همیشه موقع مستقل خود را داشت و نوابسته از تلاش‌ها و فشارهای پیوسته امام رحمان درباره آنکه حزب ما را تروریستی اعلان کند تن نداد. ولی امروز یک باره روسیه بدون آنکه نهضت اسلامی تاجیکستان یگان موقع گیری خاص کند یا اینکه عملی انجام بدهد آماده است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی اعلان کند و اونم با درخواست طرف تاجیکستان. بیانگری آن است که روسیه دیگه اون روسیه پیشینه قوی و مستقل نیست، تا حد ضعیف است، تا حد به حاشیه فرستاده شده است، تنها مانده است که حتی آماده است که برای به دست آوردن شریکی نفر مثل امام رحمان با چنین کارها هم دست بزند. من فکر میکنم این نشانه ضعف و به انزوا کشیده شدن روسیه می باشد اگر قبول کند و این در حقیقت یک شکست سیاسی است. از جانب دیگر همین یک معامله سیاسی ارزان نیست مگر برای روسیه. مثلا گریم تاجیکستان میتونست از این حالت روسیه استفاده کرده چند طلب‌های دیگری بزرگ برای فایده ملت کند. و در عوض مثلا گریم از روسیه فقط همین قدر چیز طلب کرده شد. خب این به همت طرف تاجیکستان وابسته است. این حکومت تاجیکستان بارها نشان داده است که برایش در مناسبت‌های بین‌المللی اولویت این رشد اقتصاد و رشد همکاری‌های دیپلماتی، امنیتی و سیاسی نیست، بلکه یگانه اولویت برای حکومت تاجیکستان هرچی بیشتر شهروندان خود را در روی خطای گوناگون تروریستی در اینترپول، در روی خطای گوناگون سازمان ODKB، شانگهای و اینها وارد کردن است. بنابر همین وقتی که هر حکومت با همکاران سیاسی خودش در پس میزی گفت و شنید میشیند، همون مسئله را مطرح میکند که برایش اولین درجه هست. برای مثال برای روسیه اولین درجه این موقع تاجیکستان، پشتیبانی تاجیکستان در قضیه اوکراین هست و در قضیه افغانستان،
برای امام رحمان مسئله اولین درجه حزب نهضت و نیروهای مخالفین است و حالا ارزان است یا قیمت است این دیگر برمیگردد به همت و اولویت های حکومت تاجیکستان. من فکر میکنم که البته برای یک حکومتی که خودش رو احترام میکند مستقل است باید در چنین گفت و شنیدها مسئله های بین المللی رو مطرح کند، مسئله هایی که برای جامعه فایده میارد. حتی طالبان در گفت و شنید اخیر با روسیه موفق شدند که 5 میلیارد دلار وعده سرمایه گذاری از طرف روسیه رو به اقتصاد افغانستان بگیرند. بله. این حکومت طالبان که در خود روسیه در خط حزب حرکت‌های تروریستی هست موفق می شود از روسیه 5 میلیارد دلار بگیرد. 5 میلیارد دلار قریب بودجه قریب 2 ساله تاجیکستان را. اما حکومت تاجیکستان تمام دستاوردش این است که در مقابل این همه گذشت کردن در برابر دیگر کشورها فقط روسیه رو متقاعد کند که حزب نهضت رو تروریستی اعلام کند. ولی من همین چیز رو هم سوال کردنی بودم. ببینید حکومت تاجیکستان در نوبت خود با یک همین نظر ناگرانه طرف نهضت رفتار میکند یا گویا که این حزب هیچی نیست است، گویا که این حزب سیاسی یگان تأثیری ندارد. اما در نوبت دیگر تو اینقدر این حزب رو به کشورهای دوست نشان میدهد که از اونها حتی اظهار نگرانی میکند که تو این وقت من به شما همین قدر گفتم شما این حزب رو تروریستی نشناخته اید، این حزب رو مثلا گریم شما کم دیده اید، این خیلی مثلا گریم خطرش بزرگ است. با اونها این گونه مناسبت میکند، این گونه مراجعت میکند. اما در اصل در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها می‌بینیم که میگه اینها هیچ کس نیستند، هیچ اون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک جنبش سیاسی که یا یک حزب سیاسی که به کاچیستوی یعنی به همون وی سیاسی جوابگو باشد این حزب نیست. ببینید شما با گفتار انسان‌ها نه به رفتارشون اهمیت بدید. بله از لحاظ تبلیغاتی و این در شبکه‌ها و فیک‌ها و مبلغان یا پروپاگاندیست‌های خود رو می‌آموزانند که شما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در مجموع مخالفین رو ناچیز و یعنی خیلی کم و ضعیف نشان می‌دهید. اما وقتی که رفتار آنها رو شما تحلیل می‌کنید کاملا یک چیز دیگر برمی‌آید. رهبریت تاجیکستان، وزیرها، تمام مسئولین در تمام نشست‌های بین‌المللی فقط حرفشون از حزب نهضت است و از دیگر نیروهای مخالفین و دعوایشون با طرف مقابل هم همین است. حتی چی رسد به کشورهای منطقه مثل روسیه و شانگهای، من معلوماتی که اخیراً دریافت کردیم حتی کشورهای عربی هم و عربستان سعودی با کشورهای آفریقایی هم وقتی که اینها میروند اینها با اون حکومتداران درباره حزب نهضت گپ میزنن. من چند وقت پیش در مالزی بودم سال گذشته، حتی مقامات مالزی با ما گفتن که اصلا ما تصورات زیاد نداشتیم. ما وقتی که وزیر کار خارجه تاجیکستان آمد به مالزی و تنها درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گپ بزد که چرا کبیری به این کشور میآید و نباید و شما این حزب رو ممنوع کنید و دیپلمات هم به همین مشغول هستند. در همین کنفرانس های بین المللی مثل در کنفرانس OBSE در وارشاوا شما میبینید تمام هیئتی که حکومت تاجیکستان میفرستد با همه ورقای آماده کرده داشته فقط ضد نهضت اسلامی تاجیکستان و ضد اپوزیسیون است. یعنی اینا با رفتارشون گفتارهای خود رو انکار میکنن، از بین میبرن. یعنی از یک طرف میان اون تبلیغاتچی‌ها و پروپاگاندیستاشون میگن که حزب نهضت هیچ کسی نیست، هیچی نیست، تمام شد، اینا پراکنده شدن، ضعیف شدن، مهاجر شدن. از طرف دیگر میان از رهبری کشور سرکرده تا تمام وزیرها در سیاست خارجی تنها و تنها حزب نهضت رو در اولویت کار قرار میدن. بله. حالا در وابسته به همین سوال گذشته در شبکه‌های اجتماعی بیشتر همین تبلیغاتچی‌های حکومتی یا عنوان اونهایی که اینقدر جانبدار پیش رفتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیستند، یک عباره استفاده میکنن نهضتی‌های طالبانی. مگر فعل و رفتار نهضتی‌ها طالبانی است؟ خب چند سال پیش تا وقتی که هنوز موضوع طالبان مطرح نبود
ما رو نهضتی‌های داعشی میگفتن، یک وقت نهضتی‌های آمریکایی میگفتن، یک وقت نهضتی‌های ایرانی میگفتن، نهضتی‌های ترک پرست و عرب پرست میگفتن. حتی یک زمانی بود که ما رو روس پرست هم میگفتن، چون من زیاد روسیه سفر میکردم. حالا که موضوع طالبان بیشتر مطرح است و اونها نه طالب رو خوب میشناسن نه کسی دیگر رو و نه تحلیل میکنن. مهم برای اونها این است که الان اگر در رسانه ها در جامعه یک گروه یک نام بیشتر منفی معرفی می شود، مخالفین خود رو با همون نام معرفی کنند و یعنی من اصلا حالا نمیدونم که منظور اونها از نهضتی های طالبانی گفتن چی هست. آیا ما در رفتارمون طالبانی رفتار کردیم؟ منظور از طالبانی چی است؟ آیا در موقع و در گفتارمون ما طالبانی هستیم؟ نه، ما به هیچ وجه به یگان حزب و حرکت و یگان گروه دیگر نه نزدیکی داریم نه مانندی داریم. نهضت اسلامی تاجیکستان یک نهضت یا حرکت ملی صرف تاجیکی هست که تمام رفتار و برنامه‌هاش روانه شده است به منفعت‌ها و به هدف‌های مردم تاجیک و ملت تاجیک. اون چیزی که دیگران ما رو بها میدین و طالبانی و غیره، این برمیگردد به خودشان، به جهانبینی و به اون سیاست‌هایی که دارن. 7 سال پیش باز به نهضت این حالت پیش آمد که باید هجرت کرد به نهضتی ها. هم حالا 7 سال شد. دفعه گذشته در هجرت گذشته 5 سال، در مدت 5 سال علاقه مخالفین و عموما گریزگان به تاجیکستان برگشته بودند. حالا 7 سال شد. چرا این دوباره در هجرت دوباره نهضت و عموما مخالفین باز دوباره با افغانستان هجرت نکردن، با اروپا اومدن؟ چرا اینطور؟ اون هجرت اول با هجرت دیوم اصلا مقایسه شونده نیست، برای اینکه در افغانستان اون زمان استاد شهید برهان‌الدین ربانی بود، قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود بود و وضعیت کاملا فرق میکرد و این بلافاصله بعد از پاشخوری اتحاد شوروی بود و نه تنها حزب و حرکت‌های اسلامی، اصلا تمام حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی در منطقه یک پشتیبانی داشتند. شما یادتون نرود که برابر آن که مهاجرین تاجیک به افغانستان وارد شدند، نه تنها حکومت آن وقته افغانستان بلکه تمام حزب و حرکت‌ها و حکومت‌های منطقه سرازیر شدند برای آنکه کمک کنند. حتی یک گونه رقابت بین پاکستان و ایران و عربستان سعودی و کشورهای دیگر برای کمک به مهاجرین تاجیک و به نهضت و به اینها با وجود آمده بود. اما این هجرت بعدی کاملا فرق میکنه. در افغانستان شما میدونید وضعیت چی است. حتی نه تنها افغانستان، نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از هجرت میخواست در منطقه در کشورهای دیگر، در روسیه، در ایران، حتی در ترکیه بماند. اگر افغانستان هم اون وقت اجازت میداد و هنوز هم اگر اجازت بدهد، من باور دارم که بسیاری از مهاجرین تاجیک اون کشورها رو انتخاب خواهند کرد. یعنی اومدن چخیل گلبدین حکمتیار یادتون باشد گفته بود که تاجیکستان این گونه رفتارهایش رو اگر ادامه دهد افغانستان میتواند به مخالفین تاجیک پناهگاه بدهد. باز اگر طالبان بگوید که ما به شما پناهگاه میدیم، نهضتی ها افغانستان میروند. حالا این برمیگرد، من منظورم از اینجا فقط نهضتی نیست. من باور دارم که اگر در افغانستان یک جای امن و برای استقامت خوب باشد و حکومت حاضر افغانستان بپذیرد، خیلی از مبارزین و از مهاجرین تاجیک افغانستان رو انتخاب خواهند کرد. نه به خاطر کدام فکرهای ایدئولوژی اعتقادی، نه، فقط به خاطر آنکه افغانستان نزدیک به تاجیکستان هست. این یک مبارز وقتی میخواهد که برای وطنش مبارزه برد، نمیتواند از استرالیا و امریکا و اروپا مبارزه با ثمر برد. حتما مبارزه برده میشود اما ثمرش کم است و تجربه نشان داده است که بیشترین ثمره را همون مبارزه میدهد که شما با منطقه نزدیک باشید. خب با منطقه نزدیک یا کشور آسیا مرکزی است یا افغانستان و بنابر همین اگر که این شرایط پیش بیاد، من باور دارم که خیلی ها افغانستان را انتخاب خواهند کرد، حتی اگر از لحاظ فکری و ایدئولوژی با حکومت افغانستان یا کشورهای دیگر مخالفت داشته باشند. برای مثال اگر ازبکستان یا قرقیزستان یا چین اجازت بدهد که مخالفین تاجیک در تریتوری آنها باشند، برای چون جا نروند؟ این اگر رفتن در چین مثلا مستقر شدن، معنی را دارد که با عقیده حکومت کمونیستی چین هم راضی هستند، همراه هستند؟ نه، به این معنی نیست. این وقتی ما امروز در اروپا هستیم
معنی آن را دارد که تنها اروپا ما را امکانیت داده است که در اینجا باشیم. با عقیده و اندیشه ما با فرهنگ و با عقیده و با ایدئولوژی این کشورها کار نداریم. اون چیزی که ما رو به اینجا کشانده است امنیت است و آزادی هست و اون قانون‌های هست که با ما اجازه میده در اینجا زندگی کنیم. من مطمئنم والا صحبتی ما و شما یادتون باشه چند سال پیش وقتی که در ترکیه بوده من شما رو گفتم که بهتر است که شما با طرف اروپا بکشید. گفتید چرا؟ ترکیه برای من بهتر است، خوبتر است، از لحاظ فرهنگی نزدیکی من به هیچ وجه ترکیه را ترک نخواهم کرد و در همینجا تا لحظه آخر باقی میمونم. ما هم تا لحظه آخر در ترکیه باقی موندیم، تا لحظه آخر در روسیه و ایران و جاهای دیگر باقی موندیم، ولی مجبور شدیم به اروپا هجرت کنیم. شما هم که مجبور شدید تا لحظه آخر ایستادید ترکیه را ترک کردید و سمت اروپا آمدید. یعنی این سوال ها جوابش خیلی واضح و روشن است. در جواب این سوال ها نه ایدئولوژی باید جستجو کرد، نه یگان مسئله های سیاسی، تنها امنیت، آزادی و امکانیت فعالیت. انکون باز میگردیم باز به همون مسئله تروریستی شناختن روسیه، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. کارشناس روس دوبنوف در مصاحبه‌اش با رادیو آزادی گفت که در شرایط حاضر مسکو می‌خواهد در حل مسائل دیگر پشتیبانی امامعلی رحمان را دریافت کند و در حل مسائل مربوط به افغانستان از مخالفان امامعلی رحمان یک قدم پیشتر رود. سوال من این است که آیا مخالفین تاجیک در مسائل افغانستان یک قدم پیش هستند؟ خب من نمیدونم ما یک قدم پیش هستیم، دو قدم پیش هستیم یا عقب هستیم. این رو بگذار اگر تحلیلگر روس دوبنوف چنین حساب کند که ما از دیگران پیشتر هستیم، پس این نظری شخصی اون هست و برای ما خرسندی آور هم هست که اپوزیسیون تاجیک یک قدم از روسیه و دیگران پیش بوده است و روسیه میخواهد پیش برود، از ما پیش برود. چون واقعا هم روسیه دیده است که سیاست امروزه حکومت رحمانوف یک سیاستی غیر منطقی و خیلی هم احساساتی هست، خیلی هم پاپولیستی هست، عوامگرایانه. چون که وقتی که شعارهای حمایت از تاجیکان افغانستان را صدا داد و بلند کرد و خیلی از تاجیکان افغانستان را هم امید بخشید و هم اونها را در مقابل طالبان قرار داد، اما عملا هیچ کارو نکرد و همگی چند نفر 10-20 نفر از شخصیت‌های شناخته افغانی را یا تاجیکان افغانستان را در دوشنبه راه داد، باقی مانده رو بیرون کرده است. اخیراً طبق خبرایی که رسید ده‌ها و شاید صدها نفر پناهنده افغان را که مجبور شدن تاجیکستان رو انتخاب کنند اینها رو بیرون کرده ایستادن که باعث نگرانی سازمان ملل و دیگران هم شد. وقتی این حالت رو روسیه و دیگران میبینن اونها تلاش میکنن که حکومت تاجیکستان رو به سر عقل بیارن و او را وادار کنن که با حکومت طالبان با افغانستان وارد مذاکره، گفتگو و همدیگر فهمی شود، چون این به نفع روسیه و به نفع کشورهای دیگر منطقه است. اما رحمان مثل که سرکشی کرده ایستاده است و شاید حکومت روسیه فکرش این است که اگر کار به همین سمت رفتن بگیرد مخالفین تاجیک، اپوزیسیون تاجیک میتوانند از این فرصت استفاده برند و وضعیت رو به سمت دیگر برند. اما مثل که امامعلی رحمان پافشاری دارد و چندان راضی نیست به این سیاست ها و در عوضش یعنی در این داد و گریخت و معامله با روسیه شاید که یکی از طلبات ها این است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی اعلام کند و در صورتی که حزب نهضت تروریستی اعلام شد برای روسیه و دیگر کشورها هم آسان‌تر میشود در نزد طالبان یا حکومت آینده افغانستان مسئله بگذارد که دیگر با نهضت همکاری نکنند برای آنکه نهضت در تریتوری روسیه تروریستی اعلام شده. اما ببینید اینجا خودی امین دوبنوف میگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به هیچ شکل خود را نسبت روسیه در حالت غیر قانونی قرار نداده است. این قرار صرف خصوصیت سیاسی خواهد داشت و عملاً به فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه هیچ ربط ندارد. 100% درست است و ما هم بارها این را گفتیم که اصلا برای ما اگر روسیه یک مرتبه نه 10 مرتبه ما را تروریست اعلام کند به فعالیت ما به بودن یا نبودن ما در روسیه و در منطقه هیچ تأثیری ندارد. ما در روسیه فعالیت نداریم، اصلا در اوج مرکزی در صادر شورای فعالیت نداریم که
و ما تاثیر برسانه. این فقط برای تبلیغات و پروپاگاندا از طرف مقامات تاجیکستان میتواند استفاده شود و خودی حتی ببینید که خودی تحلیلگران روس هم به این نظرن که نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه هیچ عملیات کاری نکرده است، فعالیتی نکرده است که تروریستی اعتراف شد. بله درست. سوالی من اینجا این است که در حالتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی شناختن چه پیامدهایی خواهد بود و اونی که فرض کردیم نشناختن و دادگاه عالی روسیه این قراری تاجیکستان رو یا که این طلب تاجیکستان رو رد کرد و خود طلب حکومت روسیه رو هم رد کرد و گفت که نه ما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو تروریستی نخواهیم شناخت. ببینید امروز یا فردا این قرار طبق گفته رسانه‌ها باید قبول شد. من پیشتر هم گفتم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اون تلفاتی رو که باید میداد داد الکی. ما برادران زندانی داریم، مهاجر داریم، حزب ممنوع است. از این بیشتر دیگر ما چه تلفات داده میتوانیم که حالا نگران باشیم که حزب نهضت رو در روسیه و جای دیگر تروریستی اعلام کردن. اگر بالفرض این اشتباه رو روسیه کرد، فردا اعلان شد که حزب نهضت تروریستی هست، این برای مهاجرین تاجیک در روسیه ضرری خیلی کلان دارد، تأثیر منفی میرساند برای آنکه پلیسیای روسیه و با همکاری با مقامات قدرتی تاجیکستان که خیلی فساد زدن، خیلی رشوه میستانن از مهاجرین تاجیک، اینا این قرار دادگاه عالی روسیه را میتونن استفاده برای فشار بیشتر آوردن با مهاجرین تاجیک. هر یک انسان رو میتونن متهم به عضویت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کنن و او را یا زندانی کنن یا از او پول بستانن. من نگرانیم بیشتر از در این مسئله از وضع مهاجرین تاجیک هست، نه از آن که حزب نهضت. به حزب نهضت گر هیچ ضرر رساندن نمیتوانند، ما ضرر خود را لکه دیدیم. اما اگر بالفرض روسیه این بیکار کرد یا این رد کرد درخواست حکومت تاجیکستان رو، این پیش از همه با فایده خودی روسیه هست. یعنی بار دیگر اثبات میکنه که روسیه کشوری مستقل است، منفعت‌های خود را میداند و یک حزبی را که در تریتوری و اصلا هیچ فعالیت نکرده است چرا باید او را تروریستی اعلان کند؟ و من فکر میکنم که اینجا از قبول نشدن حزب نهضت در همچون تروریستی در روسیه بیشتر خود روسیه برد میکند، نه حزب نهضت. و طبیعی است که به نفع ما هم خواهد بود. اما اگر خدای نکرده این قبول شود، دیگر ضرری بیشتر را مهاجرین تاجیک میکنند و هم با آبرو و چهره سیاسی روسیه در سطح بین المللی ضربه خواهد شد، برای آنکه روسیه کفیل صلح تاجیکان است. همینجا فکر شما رو ماکسیم شفچنکو، یک کارشناس دیگری روس، تصدیق میکند. در مصاحبه‌اش با رادیو آزادی میگوید که اگر روس‌ها به گپ امام علی رحمان گوش کنند، همه میگویند که روسیه به گپش نمی‌ایستد. در این صورت چه لازم است که نقش کفیل سازشنامه صلح را به عهده بگیری و در نهایت به نابود کردن یک جانبه بپردازی؟ آیا این اقدام روسیه مخالف آن چیزی که در راه رسیدن به صلح انجام داده بود میباشد؟ یادم درآمد دوبنوف فکرش دیگر بود. دوبنوف میگوید که حزب نهضت به صلح ربط ندارد یا کمتر ربط دارد. یکی از چیزهایی بود که جنبش‌هایی بود که در صلح بود. بله، چون ببینید دوبنوف هم در صحبت خودش گفته است که اگر مسئله را از لحاظ حقوقی ببینیم، بله، یعنی از لحاظ حقوقی آتا یا اینکه اینات نیروی اپوزیسیون تاجیک طرفی صلح بود که حزب نهضت جزئی از آن بود. برای مثال اگر فردا پیمان ملی تاجیکستان کدام سازشنامه رو امضا کند یا گفت و شنود کند، بعد طرف هر کس که بخواهد بازی کند با این مفهوم‌ها میگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرف گفت و شنود نیست یا انجمن آزاداندیشان طرف گفت و شنود نیست. ولی انجمن آزاداندیشان تاجیکستان، حرکت اصلاحات، انجمن مهاجرین، حزب نهضت عضو پیمان ملی تاجیکستان هستند. وقتی که اون طرف امضا میکند، این سازمان‌ها معنای اون رو که همه‌شون طرفی صلح هستند و هم طور اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک
و دوبنوف منظورش از لحاظ حقوقی هست، نه از لحاظ سیاسی. اما همونطور که شفچنکو هم گفته است، اگر این قرار قبول شود، پس روسیه تمام اون زحمت و تلاش‌های دیپلماتی خود را در این 30 سال اخیر، نه تنها در تاجیکستان، روسیه در بسیاری از نقطه‌های داغ دیگر هم نقش میانجیگری رو می‌خواهد ببازد. در ارمنستان و آذربایجان، در سوریه، در لیبیا، در جاهای دیگر هیچ کس دیگر به روسیه باور نخواهد کرد و همه این رو میتونن دلیل بیارن که شما کفیل صلح تاجیکان بودید، بعد چیکار کردید؟ یک طرف صلح رو سرکوب کردید، تروریستی اعلام کردید به فایده طرف دیگری صلح. چگونه میشه به شما اعتماد کرد؟ منظوری شفچنکو، منظوری ما، منظوری دوبنوف و تمام این کارشناسان از اشاره به این نقطه این است که این روسیه عهده‌داری‌های بین‌المللی خود را همچون کفیل پامال میکند و از همه بدترش آبروی خود را همچون یک کشوری که با او باور کرده میشود در صحنه بین‌المللی از دست خواهد داد. سوال آخرم، شما بارها گفتید که این اقدام روسیه میتواند منطقه را به شکل ناآرام کند. دلیلش چی است؟ خب دلیل من خیلی ساده است. شما تصور کنید که تجربه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که هم تجربه مقاومت، جهاد، جنگ، صلح، مذاکره و بعداً کاری پارلمانی، کاری مصالحت آمیز در چارچوب قانون را دارد، برای بسیاری از جوانان یک نمونه می شود که نباید این راهی طی کرده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را طی کرد. یعنی با حکومت‌های دیکتاتوری در منطقه ما با راه پارلمان، انتخابات، گفت و شنید، صلح و مذاکره معنی ندارد کار کردن. یگانه راه طالبان میماند. و مبارزه را تا آخر، تا پیروزی دوام دادن، مسلح شدن، پیروز که شدی همه با تو گفت و شنید خواهند کرد. حتی خود روسیه هم، امریکا هم، تمام کشورهای دنیا هم. و این خودش یک نمونه، یک الگو میشه برای جوانان تاجیکی کدام سمت را برای مبارزه انتخاب کنند. نگرانی ما همین است وقتی میگن که به وضعیت منطقه تاثیر میرساند. صدها و شاید هزارها جوان که امروز هنوز هم در این فکر هستند که ما مبارزه مصالحت آمیزی دور از سلاح را تجربه کنیم، شاید نتیجه بده، اینا کاملا ناامید میشوند و میپیوندند به صفی. برای دیکتاتورها فرقی ندارد، با سلاح برای اینها مبارزه میبریم، برای اصلا هیچ فرق ندارد. مثلا زید سیدوف مگر سلاح داشت، بزرگمیر یاروف، سید عمر حسینی، محمد علی حیید و این بلاگرهایی که الان زندانی کردن، عزت امان، اینا هم سلاح نداشتن. اینا را همچون تروریست و اکستریمیست و خائن بودن، با مدت 20 سال و 30 سال و حکم ابد دادن. و اون جوان همه این رو میبیند و میگه خب چی فرق داشته است که من سلاح بگیرم یا نگیرم؟ سلاح بگیرم شاید که شانس پیروزی هم بیشتر میشود، به وطن برمیگردم با صلیب. سلاح هم که نگرفتم یا زندانی هستم یا خائن اعلان میکنن یا مهاجر هستم. و این سیاست‌های دیکتاتورها هست که رادیکالیسم و افراطگرایی را طلب می‌دهد، رشد می‌دهد و جوان را مجبور میکند که دست به سلاح بزند. و من طول شاید 15-20 سال اخیر همیشه گفتم، همیشه هشدار دادم در روسیه، در تاجیکستان، در اروپا که شما وقتی که میگید که اکستریمیسم اسلامی، تروریسم اسلامی، اسلام هیچ ربطی به اینا ندارد. شما هستید که اینها را تروریست میکنید. یک جوان متدین نمازخوان ملتزم یا به اصطلاح دین محور را که اصلا دور از سلاح است، دور از خشونت است، شما مجبور میکنید که دست به سلاح بزنند. اگر اهالی تاجیکستان بودیست می بود، مطمئن باشید که مردم رادیکال بودیست میشدند. اگر مسیحی می بودند، رادیکالیسم مسیحی رشد میکرد. اگر اتئیست هم می بودند، زرتشتی هم می بودند، همون شکل رادیکالیسم در اونجا رشد میکرد. چون بالاخره انسان هستند، اینا زندگی شایسته میخواهند، با کرامت میخواهند، جای کار میخواهند، آزادی میخواهند. فرقش یا اون مسلمان است، بودیست است یا زرتشتی یا اتئیست است. بنابراین هم اینجا هیچ ربطی به این حالتایی که هست به دین ربط ندارد. و اگر مردم تاجیک دست به سلاح زدند، بدانید که این نتیجه سیاست‌های نفرانی مثل امام رحمان و این قرارهای اشتباهی که از طرف دادگاه‌ها گرفته میشه. تشکر زیاد. سلامت باشید. سلامت باشید. تماشاگران عزیز، همینجا مصاحبه ما به پایان میرسد. یک شما را به پناه الله پاک میسپارم. سلامت و سربلند پیروز باشید. تشکر به شما. سلامت باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه